هر جایی بوده باعث میشه تمام اطرافیانش از دنیا برن، یعنی یه سرخور واقعی. تا وقتی اینکه میفهمه بدترین قدرت دنیا یعنی قدرت بدشانسی رو داره. وقتی تصمیم میگیره خودکشی کنه، یه نفر که قدرت نامیرایی داره رو میبینه و اون طرف هم آرزوش مردنه، یعنی بهترین تیم اپ ممکن به وجود میاد. یعنی بر اساس میزان تماس بدشانسی قوی‌تر و قوی‌تر میشه، تا وقتی که نامیرای داستان ما یه تماس عمیق با طرف آره خب خلاصه بسه. اول داستانی که تا الان گفتم یه قطره از دریای داستانش هم نبود و داستان خیلی بزرگتر از این حرف هاست. کیفیت انیمه به شدت بالای، اکشنای به شدت خوبی داره، کمدیش قابل قبوله و رسما من این انیمه رو بهتون پیشنهاد میدم چون خیلی ها این انیمه رو ندیدن. بفرست برای هر کسی که این قدرت بدشانسی رو داره و خواهشاً هیچ وقت نگو یعنی بدتر از این نمیشه، چون طبق تجربه تا چرخ فلک نرینه به هیکلمون ولمون نمیکنه. راستی یکی از بدشانسی زندگیت هم کامنت کن.